انسان میره خودم محاسبه بکنه. خب ما هر روز امروز مثلا وقت فردا شب میشه بعد از اینکه بستر خواب رفتین نمیره محاسبه بکنین. خب من امروز کدام کارها رو باید میکردم که نکردیم. متوجه شدین؟ و پیشنهاد بگیرین. گاهی وقتا ممکن خوب بوده باشه که حتی بنویسین. این تاثیر میکنه سر انسان، متوجه آدم میشه. خیلی وقتا آدم وقتی بنویسه متوجه میشه. یک بار ما یک صنف درسی داشتیم اونجا امروز شاگردا همین کارا میکردیم، گفتیم یک بار بنویسین. باز من خودم می نوشتم. یک بار همون قلم کتابچه رو گرفتم که باشه این گناهانی را که مثلا امروز از ماش سر زده کدام احکام متوجه می بوده که در اونها کوتاهی شده. یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا حساب کردم باور کنین از 100 بالا رفت و خیلی ترسان مرا. خیلی آدم واقعا میترسه. اما تو هم هست این در حالت عادی شاید یک نفر متوجه نباشه و یک نفر شاید بگه خب ما مثلا گناه نکردیم و غالبا گناه نکردن چی را حساب میکنه؟ این که مثلا ما فلانی نواهی را انجام ندادیم، این که اوامر الهی را انجام ندادیم، این هم گناه هست. متوجه شدین؟